بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: نستعيذ بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما در نسبت علمای حق است، یعنی علمای ربانی، اولیاء الرحمن. البته برای ما و شما معلوم است که علما در نزد قرآن و سنت درجه خود را دارند که الله متعال در وصف این علما آیت‌های را نازل کرده است و اینها را از جمله مقربین درگاه خودش قرار دادگی است. بله، علما کسایی هستند که ما و شما را راهنمایی میکنند به طرف قرآن و سنت، یعنی به طرف فهمیدن قرآن و سنت نبی صلی الله علیه و سلم. پس وقتی که ما نظر میکنیم به آیت های قرآن، الله برای اینها مقام و مرتبه های خیلی بلند را نصیب گردانده است. البته برای علمای حقیقی، برای اولیای الله، اولیای الرحمن، نه علمای سو، نه آن مولاهایی که علمشان، خدمتشان برای دموکرات یا کفر است. الله وصف میکنه به نیکی علما را آن علمایی که برای الله خدمت میکنن، علمشان برای الله میتین، یعنی علمشان در راه الله خرج میکنن، تعلیم گرفتن و تعلیم میتین، تعلیم گرفتن به خاطر الله و تعلیم میتین به خاطر الله. چنانه که الله متعال در آیه قرآن فرمودن که انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی از همه سخت میترسیدگی در نزد الله علما است. علما کسایی هستند که از الله میترسند، با الله شریک نمیارن، کفر نمیورزند و در نفاق دچار نمیشوند و از گناههای کبیره خودشون دور میکنن و همچنین از صغایر. از این لحاظ الله متعال فرمود که این علما یگانه کسایی هستند که خشیتشان زیادتر است در نزد الله متعال. اینها کسایی هستند که از الله میترسند. علمای حقیقی، علمای ربانی، علمایی که قرآن و سنت اینها را تایید میکنه. آیت قرآن با صراحتا در حق علما میفرماید که اینها کسایی هستند که از الله میترسند. چرا میترسند؟ به خاطر اینکه اینها آیت های قرآن را خواندند، احادیث نبی صلی الله علیه و سلم را مطالعه کردند، تفاسیر را خواندند و شروح حدیث را خواندند. بعضی از اینها مفسرین است، بعضی از اینها محدثین است، بعضی از اینها اهل فقه است که برای مردم تفسیر را آسان کردند، حدیث را آسان کردند، فقه را آسان کردند و اینها مغز و استخوانی بگیم خلاصه علم را فهمیدند و از الله ترسیدند. یگانه جای ترس خود را الله قرار دادند و خدمت خود را برای دین الله قرار دادند و علم خود را در راه دین الله صرف کردند و از کدام طاغوت و از کدام طاغوت پرست نترسیدند، نه از شیطان هراس دارند و نه از شیطان پرست ها. الله متعال در دیگر جا در حق علما میفرماید که نستعیذ بالله: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. الله بلند کرده است مقام علما را، مقام اون کسانی که ایمان آوردند و همچنین مقام علما را الله بالا مرتبه کردگی است. اون کسانی که علم را برداشت کردند، تعلیم گرفتند به خاطر که مردم را بفهمانند، به خاطر که مردم را به طرف شریعت الله فریاد کنند و از کفر و شرک دور کنند. الله درجه اینها را بالا کرد و الله با اون چه که انسانها مخلوقها میکنه علیم است. این آیت بصراحتا به شأن علما دلالت میکنه که
الله متعال اینها را مقام مرتبهشون بالا کرده است. امروز نظر کنیم که الله در آیت قرآن بصراحتاً مقام مرتبه علما را بالا میگه. پس علما مقام مرتبه خیلی بالا دارن. کسایی هستند که از الله زیاد میترسن و کسایی هستند که مقام مرتبهشون بالا است. و همچنین الله متعال در آیه قرآن میفرماید نستعیذ بالله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بگو آیا برابر است آن کسایی که میدونند، یعنی علما، با آن کسانی که نمیدونند؟ هل استفهام است، استفهام انکاری است، یعنی هرگز برابر نیست، نمیتونه. و این در عقل جای قبول نیست که یک جاهل را به عالم برابر کنی. مقام و مرتبه عالم بالاتر است. در حدیث میاد که نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند که معاویه رضی الله عنه روایت میکنه من یرید الله به خیرا یفقهه فی دین. هر کسی را که الله بر او خیر بخواهد او را فقیه در دین میگردونه، برای او فهمش میتیه، فهمش میته که به این فهمش به قرآن و سنت عمل میکنه و از کسی ترس و هراس نداره. علما کسایی هستند که نمیترسن از طاغوت و حق را بیان میکنن و به خاطر حق زندان میشن و به خاطر حق از خانه هاشون بیرون میشون. نظر کنه که نبی صلی الله علیه و سلم به خاطر حق از مکه بیرون شد و به خاطر حق او را جادوگر گفتن، او را ساحر گفتن، او را دروغگو گفتن، در حالی که در نزد عرب، در نزد قریشی ها نبی صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت صادق امین بود. اما بعد از بیان حق نبی صلی الله علیه و سلم را کاذب گفتند، اذیت کردند، در زیر پاش خارا را انداختند، دشنام دادند و از مکه بیرونش کردند. به خاطر چی؟ به خاطر حق. و امروز علما هم به خاطر حق زندان میشن، علمای حق، و به خاطر حق از وطنهاشون بیرون میشن که هجرت میکنن و در میدان جهاد میان جهاد میکنن. الحمدلله این علمایی هست که امروز در میدانهای جهاد هستن، هجرت کردن و جهاد میکنن و حق را میگن و از بمباردها نمیترسن. باید علمای حق امینها باشن و حق همه که همینا را ما علما بگیم، نه اون کسایی که خدمتگاری حکومت است یا مردم را به طرف کفر و شرک دعوت میکنن یا مردم را به طرف بدعت و ضلالت فرد میکنن. از این نسبت اون کسایی که عالم هستند برابر نیستند با اون کسایی که جاهل هستند. الله مقام علما را در دنیا و آخرت بالا کرده به نسبت مقام جاهل ها، نادان ها. و همچنین در حدیث دیگه میاد که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، حدیث را ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند من سلک طریقا یلتمس به علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. هر کسی راه را بگیره برای تعلیم علم، الله راه را آسان میگردونه برای داخل شدن در جنت، و الله راه را آسان میگردونه برای طالب علم را، برای این علما را برای جنت داخل شدن. حدیث مسلم روایت میکنه. و همچنین حدیث دیگری که انس روایت میکنه رضی الله عنه که نبی صلی الله علیه و سلم میفرماید من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل الله حتی یرجع. هر کسی که برای طلب علم براید او در راه الله است تا مدام که برنگرده. هر وقتی که در راه طلب علم بیرون میبره او در راه الله است. علما در نزد شریعت مقام و مرتبه بالا دارند، فضیلت بالا دارند. الله اینها را در قرآن و سنت ذکر کرده است. الله در قرآن و نبی صلی الله علیه و در سنتش و مقام اینها را بالا کرده است. و امروز دعوت میکنیم شما را به اینکه شما سوالهای خودتان را برای علمای حق پیشنهاد کنید. و چنانه که الله متعال میفرماید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما اهل ذکر سوال کنید در اون مسائلی که نمیدونید. پس شما سوالای خودتان را با اهل ذکر بتید، علمای حق، علمایی که در میدان جهاد هستند یا در زندان ها هستند. عالم موحد، عالم حق گو نمیتونه در زیر حکم طاغوت بگرده. آزاد، آرام و سوالای شما را به آزادی و به وسعت جواب بتید. پس یگانه راهی که شما سوالاتونه
داده میتونه این علمای حق است. راه حل سوالای شما این طرف علمای حق است. اهل ذکر همین علمای حق هستند. پس بپردازه در نسبت سوال کردن از مسائل دینیتان به طرف علمای حق. ما علما را دوست می‌داریم و علمای کبار ما هستند، سلفی ما هستند. علمای حق را دوست می‌داریم. علمای بدعتی، علمایی که در کفر شرک دوچار شدن به نام عالم هستند اما در حقیقت جاهل هستند، ما اونها را دوست نداریم بلکه دشمن اونها هستیم. اما اون علمایی که قرآن و سنت وصفشون میکنه ما اونها را دوست می‌داریم و دعا میکنیم که الله ما را از جمله اونها بگردونه و دعا میکنیم که الله متعال جنت فردوس برای ما و شما نصیب بگردونه و ما و شما از جمله علما، از جمله صادقین بگردونه و نصیب بگردونه برای ما و شما را در روز قیامت با امر نبیین، صدیقین و شهدای صالحین و شهادت را برای هر یکی ما و شما نصیب بگردونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.